گروه جنگی طالبان گفته است که برای پخش مطالب انتقادی در حق این تشکل شبکه‌های تلویزیونی محلی را هدف قرار می‌دهد. در اظهارات طالبان گفته می شود که طرز پوشش رویدادهای مسلحانه در شهر قندوز مرکز ولایت شمالی افغانستان خبرها درباره تجاوز زنها در یک خوابگاه محلی در تاریخ 28 سپتامبر است نمونه به گفته آنها خبرهای دشمنانه و شیطانی تلویزیون ها می باشد. تهدید طالبان این است که هیچ نفر از کارمندان این تلویزیون ها را رحم نخواهند کرد. کارمندان وسایط اخباری عموم در افغانستان از قشر ضعف پذیر جامعه در برابر جنگیان طالبان محسوب می شوند. تنها سال گذشته 3 ژورنالیست در افغانستان به هنگام اجرای وظیفه های کسبی خود کشته شدند. این موضوع را حالا با همکارمان در بخش افغانستان آزاد سلطان سرور در میان میگذاریم. جناب سرور، تا کجا تهدید طالبان یک خطر جدی برای ژورنالیستان تلویزیون‌های معروف است و آیا حکومت و دیگر ساختارها واکنش در امر حمایت از این رسانه‌ها کردند؟ تا جایی که ما فکر میکنیم تهدید مخالفین مسلح دولت برای رسانه‌ها جدی است و مایه نگرانی می باشد. تا کنون دولت و نهادهای دیگر واکنش رسمی از خود نشان ندادند و ما آرزومندیم که شاید در چند ساعت یا چند روز آینده واکنش داشته باشند. طالبان از طرز پوشش خبرهای جنگ‌ها در قندوز ناراحت شدند. ضمناً این شب و روز وضع در افغانستان به خصوص در مرزهای شمالی این کشور چگونه است؟ واقعیت امر است که جنگ جاری در افغانستان یک جنگ استخباراتی و تبلیغاتی است. طرفین درگیر همیشه هنگام جنگ و قبل از آن و بعد از آن از تبلیغات کار میگیرند. نحوه گزارشدهی بعض رسانه ها از جنگ اخیر در قندوز فکر میکنم که برای مخالفین مسلح دولت و طالبان خوشایند نبوده و از اون خاطر سرش اعتراض داشتن و گزارشی که تلویزیون طلوع داشتن راجع به واقعات اخیر در شهر قندوز خصوصا گزارش دادن که در یک خوابگاه محصلین دختر در پانتون یا دانشگاه قندوز تجاوز جنسی صورت گرفته. این موضوع طالبان ناراحت ساخته. اونا میگن که گزارششان یک طرفه بوده و متوازن نبوده و به حقایق استوار نیست. تشکر. به سوالهای رادیوی آزادی همکارم از بخش افغانی سلطان سرور پاسخ داد.